ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف، قسم پنجم، گفتار 128. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. در اثنای همین احوال عثمان خواجه و حامد خواجه که از سفر استانبول آمده بودند، هر کدام مکتبی خصوصی گشادند. در هر کدام این مکتب‌ها خیلی طلبه قید شدند. در مکتب مکمل الدین مخدوم هم 30 نفر طلبه قید شد. در گذری مارکوش ملا عبدالقاسم نام معلم یک مکتب خصوصی گشاد. در طرفهای جویبار و خیابان نیز مکتبهای خصوصی گشاده شد. ملا وفا نام مدرس بخارایی که قدری به زبان روسی دارا بود، به خانه خود مکتب مسلمانی و روسی گشاد. در این مکتب‌ها به تأثیری که از بخارای شریف و توران مانده بود عموم رغبت می‌کردند. و تأثیری که از اخراج میر برهان الدین رئیس و غیاث مخدوم اعلم مانده بود علما در ممانعت بر نمی‌خواستند. گفته می شود که تحصیل 1331 و 32 هجری در بخارا به خوبی گذشته امید ترقی و رواج بود. ماموران روس نیز به ملاحظه این که اگر تحصیل ابتدایی در بخارا ممنوع شود، اطفال خردسال را مجبورند به استانبول می‌فرستانند، چنانچه این را واقعات 1329 و 30 هجری اثبات کرد و تربیت آنجا را می‌یابند، آن بهتی به همین جا به مکاتب نیم اصلاح یافته خود مانند گفته از طرف مکاتب نو تغافل می‌کردند. حیفا که قضا بازی دیگر برانگیخت. برگبار گلزار امید بخارا را در حالت نوشکوفگی و غنچگی از هم فرو ریخت. تفصیل آن که چنانچه در بالا بیان یافت، میر برهان الدین رئیس در نتیجه فتنه محرم 1328 از طرف امیر عبدالاحد خان مرحوم معزول شده مقهوراً در کرمینه استقامت داشت. بعد از چند گاهی معزولی از طرف امیر مذکور در تمان خجدوان قاضی شده بود. در عهد امیر عالم خان در اوایل جلوس به قاضیگی چارجوی انتقال یافته بود. چون اداره امیر عالم خان به یک رنگ معین درآمد و فرمانهای پادشاهی کان لم یکون فقط در بالای کاغذها ماندن گرفت، اطراف دربار را امثال امام قلبیک و حاجی نعمت رشوه‌خواران فرو گرفتند و جریده هایی که گویا مفتش عمومی بودند بسته شدند. میر برهان الدین به حصول مطالب خود امید را برکمال کرده به کار شروع کرد. میر برهان الدین اول به واسطه و وسیله اهل دربار از امیر اذن گرفت که هر ماه یک بار بخارا آمده واریده و اقربای خود را زیارت نماید. چون به این مدعا کامیاب شد، هر سری ماه بخارا آمده 3 روز می ایستاد. در این 3 روز به هر کدام اهل دربار که به امیر نفوذی داشتند مخفیانه مصاحبت کرده هدیه و تعارفها تقدیم نموده برای دخول به یگان منصب درونی بخارا زمینه حاضر می کرد. با همین حال
فصل بهاری سال 1331 رسید. جناب عالی بعد از سیرهای نوروزی برای تکمیل عیش و فیروزی خود نصرالله بی قشبیگی را توی فرمودند. قشبیگی در چهارباغ خاصه چند روز به عموم توی داده در تهیه اسباب شادمانی امیر به قدر مقدور کوشید. بعد از توی قشبیگی به خواخواجه قاضی کلان نیز برای استحصال رضای امیر توی کردنی شد. امیر توی قاضی کلان را در چهارباغ شیربدن فرمود. به خواخواجه قاضی کلان برای استحکام منصب قاضی کلانی و استحصال شاطر و نشانهای بزرگ و یافتن آبرو و اعتبار در نزد امیر و اهل دربار از قدر مقدورش زیاده پول صرف کرده توی بزرگی برپا نمود. طبیعی این گونه فرصتی مناسب را مثل میر برهان الدین، یک شخص مزاج شناسی امیر و اهل دربار، به غفلت نخواهد گذراند. والحاصل میر برهان الدین نیز در صدد توی کردن افتاد. میر برهان الدین در اثنای توی قاضی به خواخواجه وقتی که به سر ماه مقرریش به بخارا آمده بود، سرآمدان اهل دربار را استخراج نمود. با امام قلبیک و حاجی نعمت مشورت ها کرده هدیه ها تقسیم نموده به شرط حصول مطلب تعارف های بزرگ وعده داد. در این خصوص حاجی نعمت به میر برهان الدین بالذات آمد و رفت کرد. عاقبت در چارباغ شیربدن بعد از به خواخواجه توی کردن به میر برهان الدین مقرر شد. میر برهان الدین به توی در تهیه اسباب شادمانی امیر از طاقت معاصرانش بیرون کوشش کرد. از مل آنهایی که در 20 ساله قاضی کلانی پدر و چند ساله قاضیگی و رئیسی خود از فقرای مسلمین جمع شده بود بی ابا صرف نمود. در توی سیرک و سینماتوگراف یعنی کینا حاضر کرد. اهل بزم و ساز را از تمام ترکستان جمع نمود. خبرایان جهان را از مسلمان و روس، از امارید و دواشیز برای تکمیل اشرت پادشاهی مهیا کرد. به وسایطی که خود میداند اعضای الچخانه روس را نیز به طرف خود مایل نمود. عموم علما و عوام را به مناسبت توی به زبان و هدیه از خود ممنون گردانید. اهل دربار را ما فوق المعمول خرسند کرد. مدیر از طرف امیر در بالای توی میر برهان الدین میرزا نظام الدین خواجه اورگنجی بود. میرزای اورگنجی در وقتی که به چارجوی حاکم بود قاضی به خواخواجه در آنجا قاضی بود. در میان این دو شخص در آن وقت خیلی مخالفت و منافرت افتاده بود. بنابراین میرزای اورگنجی به مفاد لا لحب علیین بل لبغض معاویه در صدد عزل به خواخواجه و نصب میر برهان الدین بود. چون موانع مرتفع و دوایی حاضر گردید، در نتیجه توی قاضی به خواخواجه معزول و میر برهان الدین قاضی کلان شد. میر برهان الدین بعد از قاضی کلان شدن در استرضای خاطری عموم جدی کوشش کرد. دل هر کس را به هر رنگی که باشد به دست می گرفت. به ترقی پروران نیز به خوبی معامله می کرد. چون از تاریخ قاضی کلانیش قریب 1 سال گذشت و از استحکام این دولت فراغت یافت، باز به عادت کهنه و مقتضای صفت تعصب و عناد خود را بروز دادن گرفت و در فکر بستن مکاتبی که در حالت ترقی و رواج بودند افتاد. در تهیه اسباب بستن مکاتب کوشید. از این جمله از اهل دربار و امثال امام قلبیک و حاجی نعمت التجا بود.
از مزیر بودنی دوامتی مکتب به دولت جناب عالی خصوصاً به اهل دربار حکایت ها ساخت. بر تقدیری که در حضور جناب عالی از مسئله مکتب سخن رود، بر ضرر مکتب اداره لیسان کردنشان را وعده گرفت. نماینده قدیمی خود ملا قمر را فرمود که در مجالس بر ضرر مکتب اداره لیسان کند. روز ملا قمر با عثمان خواجه که مکتبش بهترین مکتب‌های آن سال بود گفت: شما اگر به مصلحت من گوش کنید، به اختیار خود مکتب را بندید. من به ایشان قاضی کلان می گویم، به شما مأخذ کلانی می دهند. اگر خواهید به ولایت رئیس می کنند و الا یگان سبب یافته حکومت می بندد، شما بی آبرو می شوید. روزهای جمعه به مضمونی اگر مکتب‌های نو بسته نشود در شهر بلوا و فتنه برمی خیزد، عرضه‌های ساخته کرده از نام آدمان مجهول میر برهان الدین به امیر رساند. در همین اثنا حاجی عبدالرؤوف فطرت و عطاالله خواجه از استانبول آمده بودند و با معلمان مخالطت داشتند. از وجه رواج و اصلاح مکاتب صحبت‌های علمی می کردند. عطاالله خواجه بالذات به معلمی مکتب برادر خود عثمان خواجه داخل شده بود. مأموران الچخانه روس که به اختیار احون و شرین از مکتب‌های نیم اصلاح یافته بخارا تغافل کرده بودند، از مخالطت تربیه یافتگان به استانبول به کار مکتب در اندیشه افتادند. اهل استبداد عموماً حبه را قبه و پشه را فیل در نظر می آرند. از مخالطت فطرت افندی و عطاالله خواجه به کار مکتب چی گمانهای سیاسی واهی در خیالخانه خود مجسم کردند. آخر الامر بستن مکاتب قرار گرفت. شولکنام از اعضای الچخانه روس کی مسلکش همیشه مداهنه بود و در هر کس خود را هم فکر و خیرخواه به قلم داده دلش را به دست می گرفت، قبل از بسته شدن مکتب ها به ملاحظه دو فایده مکتب ها را زیارت کرد. یکی آن که به مناسبت زیارتش عوام گمان کنند که حامی این مکتب ها روس و این مکتب ها واسطه حصول مطالب روس بوده است و همین گمان شاید عامه از مکتب نفرت کرده فتنه خیزانند. دوم، ترقی پروران و مکتب خواهان به معین مکتب بودن الچخانه اطمینان حاصل کرده بعد از بسته شدن مکتب ها هم از معاونت الچخانه امیدوار باشند. در وقتی که شلک مکاتب را زیارت کرد، نه از پروگرام پرسید نه مکتب را تحقیق کرده دید، بلکه به یک پرسجوی با معلم اکتفا نمود. اگر در زیارت سبب غیر از سببهای مستور در بالا می بود، هر آینه درست تفتیش می کرد. خلاصه 25 شعبان 1332 هجری روز شنبه آدمی نصرالله بی قشبیگی آمده معلمان را جمع کرده پیش قشبیگی برد. قشبیگی به معلمان به دهشت گفت: مکتب نو در عهد امیر مرحوم با فتوای علما و سپارش امیر بسته شده بود، چرا شمایان باز مکتب گشادید؟ معلمان گفتند: مکتب‌های ما خصوصی و در خانه خودی ما گشاده شدگی است و درش باز است. قریب 1 سال باز دوامت کرد. مأموران شما و آدمان قاضی کلان هر وقت در آمده می بینند. چون تا حال از طرف شما دخلی و تعرضی نشد، این سکوت را علامت رضا قرار داده بر رواج مکتب کوشیدیم.
اگر بعد از این جناب شما تفتیش کرده گناهی یافته بستن مکتب را امر فرمایید، طبیعی مکتب ها بسته می شوند. این بازخواست‌های خوشبیگی به تأثیرات اسباب خارجی بودن معلوم بود، زیرا در مکتب عثمان خواجه 120 نفر، به حامد خواجه 80 نفر، به مکتب مکمل الدین مخدوم 40 نفر، در گذری مارکوش 150 نفر و علی هذا القیاس می خواندند. اولادی اکثری اتباع خوشبیگی نیز به همین مکتب ها دوامت داشتند. ماموران حکومت نیز به طریق تماشا یا به خیال تفتیش اکثری مکتب ها را سیر می کردند. چگونه می شود که خوشبیگی تا حال از این خبردار ناشده امروز ناگاه واقف گردیده در سری سؤال و جواب می آید؟ در این کار ناحق امام قلبیک بودن هم به علامات و قرائن محقق شده بود، زیرا 1 هفته پیشتر از این حادثه آدمان امام قلبیک آمده مکتب عثمان خواجه را دیده به فرمود امام قلبیک آمدنشان را اظهار کرده بودند. والحاصل بعد از سؤال و جواب‌های فوق، خوشبیگی معلمان را در حضور میر برهان الدین قاضی کلان که سرآمدی دشمنان مکتب نو بود راجع داشت. قاضی کلان معلمان را دیده 1 خط از بغل برآورده خوانده گفت: جناب عالی سپارش کردند که مکتب نو به فتوای علما و امر جناب عالی مرحوم بسته شده بود. معلمانی که امروز مکتب گشاده اند متمردین امر پادشاهی به شمار می روند. بنابراین از امروز اعتباراً مکتب ها را بسته امضا دهند که بعد از این به خاک بخارا معلمین نمی نمایند و اگر تمرد کنند معلوم کنید موافق آن جزا داده می شود. هر کسی که به اداره حکومت بخارا و به احوال روحیه امیر و میر برهان الدین واقف است به خوبی می داند که این امر و سپارش اول از طرف قاضی کلام و اعوانش تصنیع یافته، پس از آن امر و سپارشی امیر شده برآمده است. خلاصه قاضی کلام به مضمونی فوق از معلمان امضا و دستخط گرفته مرخص کرد. معلمان به مکتب‌های خود آمده به شاگردان از مسدود شدن مکتب حرفی نزده تعطیل اعلان کردند. لیکن بعضی طلبه بروشت به یک نظری حساسانه از وجاهت معلمان به اصل مسئله پی بردند. هنوز شاگردان از مکتب نبرآمده خبری مسدود شدن مکاتب در بینشان شیوع یافت. شاگردان یک شوری و غوغایی است که برپا کردند، گریه های زاری نمودند، فریاد و واویلا کشیدند. معلمان نیز خودداری کردن نتوانسته به گریه و فریاد اطفال معصومین اشتراک نموده به باعثان این مصیبت نفرت و برای بزودی کشاده شدنی مکاتب امید و آرزو بیان کرده دعا نموده اطفال مسلمین را رخصت فرمودند. و همین حال طلبه گروه از مکتب برآمده به خانه خود می رفتند، لیکن در راه و رسته نیز از گریه و زاری خودداری کردن نمی توانستند. اکثری مردمی رقیق القلب در گریه اطفال اشتراک کرده کسی را که به این حال سبب شده است به نفرت یاد می کردند. حتی بعضی آدمانی سخت دل نیز به گریه اطفال اشتراک کردند، لیکن کسی یا جماعی با وجود این همه تأثیر به مدافعه حقوق اطفال مسلمین نبرآمد و در امیر و وزیر مراجعتی نکرد و نگفت که یاهو این چه حال است؟ شما که وظیفه‌تان اجرای احکام شرعیه است، شما که وظیفه‌تان تربیه و تعلیم دهاندن اطفال رعیه است، شما که وظیفه‌تان نظارت کردن مسلمین است تا که قرآن آموزاند
و ضروریات دینی یاد گیرند و هیچ یکی از این وظایف را ادا نمی نمایید و مسئولیت را به گردن خود در روز قیامت پیش حضرت احکم الحاکمین می برید. باری چرا نمی گذارید که مسلمانی به اختیار خود تعلیم قرآنی عظیم الشأن کند؟ چرا نمی گذارید که ما پدران به خرج خود اطفالمان را ضروریات دینیه یاد دهانیم؟ چرا نمی گذارید که اطفال مسلمین بجای سرسریانه به کوچه ها گشته فاسد الاخلاق شدن خط و سواد، حساب و تاریخ آموزند و تصحیح اخلاق کنند؟ حقیقتاً جای ترحم به حال این پدران بود. بیچارگان را چاره فقط همین بود که مثل اطفال می گریستند. تأثیرات خود را آن روز به 2-3 بیت ترکی تعبیر کرده بودم که به زیر می نویسم. باغلندی دبستان و خزان اولدی گلستان، آیریلدی سبیلر گریدن نفخه عرفان، سیبیان اولوسیدن دل دور کوچه و میدان، اوزمنکزه آغلنگیز ای زمره سیبیان، ای شانلی جنازه ای خانلی جنازه، آغلاق کی بو ساعت جهلا ایله دلر سور، آغلاق کی ملکلر سیزه امداد رسان دور، آغلاق کی سیزی کوز یاش کوزیدن ساچلیر نور، ای خلق بو معصوم لریک کوزیاشینی کور، سن بی حرکت تور ای جانلی جنازه. بیست و پنجم شعبان 1332 هجری، 5 ایولی 1914 میلادی. با امیر اگر مکاتب بسته نشود فتنه برپا می شود گفته عرضه های ساخته داده بودند و حال آنکه تا بسته شدن مکتب ها آثار فتنه و مقابلت در مکتب ها نه در بین عوام و نه در بین علما مشاهده نمی رفت. فقط در دایره میر برهان الدین قاضی کلان و اعوان او یک کوشش جدی لیکن ضمنی و مخفیانه بود. تصنیعات از طرف میر برهان الدین شدن از مطالعات زیر نیز 1 درجه معلوم می شود. بعد از بسته شدن مکاتب در خانه میر برهان الدین قاضی کلان برای ادای تبریکات گویا مجلسی آراسته شد. علما که چندگاه باز مسئله مکتب را فراموش کرده در پی از این قبیل مشغله ها نمی گشتند، یک باره در جنبش آمده 1-1 2-2 4-4 به خانه قاضی کلان آمده او را به این مظفریت کبرا و موفقیت عظما تبریک می نمودند. قاضی کلان نیز گویا که شهری را فتح کرده باشد یا عالمی را به اسلام آورده باشد، یکی بر 100 باریده از هنرمندی و کارگزاری خود لافها می زد و می گفت این کار یعنی بستن مکاتب در این زمان ناشدنی بود. فقط من با اعانت روح پدر و یارمندی شریعت در این دولت کامیاب شدم. گویا که من همین روز در بخارا قاضی کلان گردیدم و کذا و کذا. وقتی که مکاتب بخارا بسته شد در شهر سبز یک مکتب نو دوامت داشت. به خبری بسته شدن مکاتب بخارا مکتب شهر سبز
چند روز موقتی تعطیل شده باز کشاده گردیده دوامت می کرد. میر برهان الدین قاضی کلان به حاکم شهر سبز در این خصوص چند بار مکتوب نوشته بستن مکتب را خواهش کرد. از بس که حامی مکتب شهر سبز از بزرگانی ایلی کینگس یک شخصی صاحب نفوذ بود، حاکم در بستن مکتب جسارت نکرده یا خود شخصی حامی را رعایت کرده مکتوب قاضی کلان را به طریق حکایت نشان داد. از این حکایت نیز به خوبی معلوم می شود که سبب عمده بستن مکاتب قاضی برهان الدین بوده است، زیرا اگر سبب حقیقی حکومت می بود هر آینه بذات امیر یا خود قشبیگی به حاکم شهر سبز سپارش می نوشتند. لااقل بعد از این که حاکم شهر سبز به خط قاضی کلام اعتنایی نکرد، امیر حکم قطعی در بستن مکتب به حاکم شهر سبز می فرستاد. و حال آنکه با وجودی از وظیفه‌اش خارج بودن، قاضی کلام در این باب مقرراً و مؤکداً مکتوب نوشت. چون به مطلبش نرسید و حاکم سهل گرفت، ناچار سکوت کرد. امیر و قشبیگی در این کار تداخل نکردند. فقیر تا حال در بخارا شخصی را مثل قاضی برهان الدین شدید و تعصب ندیدند. در شدت تعصب این شخص تنها همین حکایت زیر شاهد کافی است. میر برهان الدین وقتی که در بخارا قاضی کلان شد، برای تسویه امور رعیگان روس در میرزاخانه خود شعبه کشاد. در آن شعبه از قدردانان خود لطف الله بای نام تاجری را مدیر تعیین کرد. از بس که در آن شعبه خطوط و اوراق معاملات بسیار رد و بدل می گردید و اکثر آن خطوط را هر روز برای تسویه امور در بازارها و تجارتخانه ها بردن لازم بود، لطف الله بای برای حفظ اوراق همیشه یک جزوگیر روسی قفلدار با خود داشت. هرگاه که در رسته و بازار می رفت آن جزوگیر را با خود می برد. قاضی کلام هرگاه که آن جزوگیر را در بغل و دست لطف الله بای می دید زیاده می شورید، افزایش تبدل و رنگ رویش تغییر می یافت و به مقربان خود می گفت: به لطف الله بای فهمانیتان که جزوگیر را با خود ندارد. اوراق لازمه را به یگان پارچه بسته در جیب و کیسه خود گذارد. هرگاه که جزوگیر را به دستش می بینم گمان می کنم که این هم جدید است. از آنجا که بی امثال آن جزوگیر حفظ اوراق پریشان مشکل بود، لطف الله بای به این سخنان گوش نمی داد. تا وقتی که در قاضی خانه بود به همین حرکت خود دوامت داشت. روزی که لطف الله از خدمت قاضی خانه مرخص شد، قاضی کلان می گفت: شکر خدا را از دیدن جزوگیر خلاص شدم. دقت فرمایید، هیچ کس تعصب را به این درجه نرسانیده است و حال آنکه ممایله نشانه های صلیبدار را از حکومت روس به چی خونی جگرها ستانده به شرفش هفته ها توی میداد و مع الافتخار به سر سینه خود در موقعی که به همه نمایان باشد می آویخت. عجبتر آن که اگر با روسی مصافحه کند ریاءً للناس در نظر مردم دستش را با صابونی که از فبریک روسی برآمده است می شست. شما گفتار 128 رو از روی اثر نویسنده بزرگ توجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.